سلام دوستان، با کانال بحرالعلوم خوش آمدید. امروز الفبای زبان ترکی را خواهیم آموخت. الفبای زبان ترکی دارای 29 حرف، 8 حرفی صداناک و 21 حرفی همصدا می باشد. خود الفبا باشد از چنین حرف عبارت است: حرفی اول حرفی با رنگ سرخ اهمیت دهید. اینجا رنگ سرخ، حرفای با رنگ سرخ بوده حرفای صداناک می باشند. حرف دوم حرفی ب و حرف سوم حرفی ج، حرف چهارم حرفی چ، پنجم حرفی د، ششم حرفی ا، هفتم حرفی ف، هشتم حرفی گ، نهم حرفی یوموشک یعنی گی ملایم، دهم حرفی ه، یازدهم حرفی ای، دوازدهم حرفی ا، سیزدهم حرفی ژ، چهاردهم حرفی ک، پانزدهم حرفی ل، شانزدهم حرفی م، هفدهم حرفی ن، هجدهم حرفی آ، نوزدهم حرفی او، بیستم حرفی پ، بیست و یکم حرفی ر، بیست و دوم حرفی س، بیست و سوم حرفی ش، بیست و چهارم حرفی ت، بیست و پنجم حرفی او، بیست و ششم حرفی او، بیست و هفتم حرفی و، بیست و هشتم حرفی ی و بیست و نهم حرفی ز. خب چنانکه که میبینید در بین این حرفهای صداناک زبان ترکی با رنگ سرخ اشاره کرده شدند. این حرفهای ا، ای، آ، او و او می باشند. بعضی از این حرفها تلفظشان شاید برای ما در مرحله حاضره کم قیم باشد، ولی با مرور زمان، با تکرار، با تمرین اینها بهتر خواهند شد. اکنون بعضی کلمه ها با این حرف ها خواهم آموخت. این کلمه ها برای درس های آینده، برای جمله سازی و اینها برای ما کمک خواهند کرد. کلمه اولمون الفبه یعنی الفبا. کلمه دوم بالک یعنی ماهی. کلمه سوم جویز یعنی چهارمغز. کلمه چهارم چای یعنی چای. کلمه دوه یعنی شتر. کلمه او یعنی خانه. کلمه فیل یعنی فیل. کلمه گمی یعنی کشتی. کلمه یعمر یعنی باران. کلمه هسته یعنی بیمار. کلمه ارمک یعنی دریا. کلمه ای یعنی خوب. کلمه ژیمناستیک یعنی گیمناستیکا. کلمه کتاب یعنی کتاب. کلمه لیمون یعنی لیمون. کلمه مسا یعنی میز. کلمه نماز یعنی نماز. کلمه اکل یعنی مکتب. کلمه اردک یعنی مرغابی. کلمه پرمک یعنی انگشت. کلمه رسم یعنی رسم. کلمه سو یعنی آب. کلمه شکر یعنی شکر. کلمه تاپ یعنی توپ. کلمه اوچک یعنی هواپیما و کلمه ülke یعنی کشور. کلمه وزا یعنی گلدان. کلمه yemek یعنی خوراک. کلمه زیل یعنی زنگوله. خب اینها 29 کلمه بود که برای درس اول کافی است. این کلمه ها را آموزید، از خود کنید، برای که در درس های آینده از این کلمه ها استفاده خواهیم کرد و کلمه های دیگری هم خواهیم آموخت در دوام این درس. ابونه شوید، زنگولچه را زیر کنید. سلامت باشید.